سلام عشقای من، حالتون چطوره؟ امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من سحر هستم، اومدم با یه ویدیو دیگه خدمت شما دوستای عزیز باشم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و اون زنگوله بالا رو هم بزنید که اگه ویدیو جدیدی براتون گذاشتیم با خبر شید. حالا بگید ببینم اون برنامه ضد لگی که بهتون گفتم براتون کاربرد داشت، لگتون رو کم کرد یا نه؟ و اینکه دوستان اگر توی بازی دچار پینگ بد هستید و پینگتون انقدر بده که حتما داخل کامنت ها به هم بگید تا برای اونم یه ویدیو براتون بذارم که حسابی لگتون رو کم کنه و با خیال راحت بازی کنید. حالا همونجور که میدونید سیزن جدید اومده و ما اومدیم با اخبار سیزن جدید خدمت شما باشیم و ببینیم چه چیزایی تو این سیزن جدید اومده که میتونه حسابی ما رو سورپرایز کنه. خب ببینیم اکتیویژن این سری برامون چه خواب دیده. حالا ما که به رو خودمون نمیاریم این سیزنی که اومد قرار بود انفور متیک اضافه شه، ولی انفورماتیک چی شد؟ یه دفعه جاش داد به 117 متیک. ما که اصلا دو پوستراتون انفورماتیک ندیدیم. حالا از اینا بگذریم و اگر اکتیویژن برنامه‌های خودشو دوباره عوض نکنه قرار 2 تا گان به بازی اضافه شه. این گانا تو دسته شاتگان و رایفل قرار داره که قراره در موردش حسابی توضیح بدم. همونجور که گفتم شاتگان جدید قرار بیاد، یعنی از این به بعد ما شاتگانامون میشه 4 تا و این شاتگان انقدر خوبه که فکر کنم قراره جای HS رو برامون بگیره. ادامه ویدیویی که ببینید خودتون متوجه خوبی این شاتگان میشید. بیشک این شاتگان که بیاد خودم گردونش رو میزنم و همونجور که بهتون گفتم قراره یه گان لژندری دیگه هم به بازی اضافه شه. این گان لژندری چیزی نیست جز M16 لژندری و قرار خیلی بهتر از اون یکی M16 باشه، ولی به هر حال M16 یه سری طرفدارای خاص داره که امیدوارم این گردونه رو بزنید و حسابی ازش لذت ببرید. و قرار هیدورای لژندری هم به بازی اضافه شه که همون نایف لژندری خودمونه، باز اگر تلفظش رو اشتباه نگفته باشم، که قرار خیلی خفن باشه. باز اینم توی ادامه ویدیو ببینید متوجه حرفای من بشید. و اینکه یه خبر خوب دارم خدمت مولتی بازای کال آف دیوتی، اونم اینه که قراره یه مپ جدید به مولتی اضافه کنن که حسابی کف این مپ بنوازین و عشق کنید. یعنی خودم که مولتی باز نیستم و هزاران بار اینم گفتم، بیشک یه بارم که شده تو این مپ بازی میکنم و ویدیو میگیرم. حالا اگه دوست داشتید بگید که این ویدیو رو براتون بذارم یا نه. البته قول بدید که مسخره نکنید، چون اصلا یه جوری من تو مولتی گام میگیرم دستم که افتضاحه. و اینکه این بود خبرهای سیزن جدیدمون و توی ادامه ویدیو این سیزن جدیدم براتون میذارم که قشنگ گانا رو ببینید عشق کنید. و اینکه امیدوارم از ویدیوی ما لذت برده باشید. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.